ماشین من خانه من. بعضی موقع ما راننده ها در اینی که سر کارمون هستیم و توی خونه محل کارمون بالاخره خونمونه دیگه هستیم، یه زیبایی از خلقت خدا میبینیم که شاید خیلی ها تو اون لحظه توجهی بهش نکنن. این زیبایی ها هر کسی به یه دید نگاش میکنه، یکی دلش میگیره، یکی شاد میشه، یکی یادش به یه چیزی میفته، یکی قصهش میگیره. شما چی؟ ببینید ببینم رفیق چه حسی داشتی؟ اگه حس خوبی بود سابسکرایب یادت نره، اون زنگوله خوشگلم بزن. درود بر شما.